خصوص نرم افزارها خدمت دوستان بگم که مد نظرشون باشه. ببینید، بنده تشتر رو معرفی کردم، علت بر این که تمام آموزش ها رو قرار من با تشتر ضبط بکنم. خب مبنا رو این قرار دادم، علت بر این که آسانه برای مبتدی، برای کسی که تازه وارد این علوم شده و میخواد که مثال اولین بارش با چارت آشنا میشه، بهترینش اینه که با چارت الماسی شروع بکنه. خب و در بازار ایران، اگر بخوایم که در بازار ایران بررسی کنیم که چه نرم افزاری از لحاظ دقت و از لحاظ اینکه بعد علمی داره بیشتر و راحت تر کار باهاش، به تب تشتر رو معرفی میکنم. حالا این نسخه های رایگان و نسخه های پولی داره. نسخه دسکتاپش پولیه، یعنی یه قفل سخت افزاری داره. شخص اگر بخواد تهیه بکنه باید با جناب خازنی صحبت بکنه، از سایتش تهیه، خریداری و نصب و راه اندازی بکنه، یعنی ارسال بکنن و راه اندازی و نصب داره. نه اگر کسی دسترسی به کامپیوتر یا دسکتاپ و یا امورات ویندوزی نداشته باشه، میتونه که نسخه اندروید اون رو از کافه بازار یا گوگل پلی دانلود و حالا برای ابتداء کارمون بتونه که ازشون استفاده بکنه. حالا چون آموزش های ما یعنی در واقع نیاز به نرم افزارهای حرفه‌ای فعلا نداره، همون بهتره که از نسخه اندروید کافه بازار رو دوستان دانلود و نصب بکنن. تموم شده رفت. یه لوکیشن بهش میدین، یه تاریخ میدین، براتون چارت ترسیم میکنه. خیلی راحت کار باش. و دوستانی که در مورد Z9 سوال پرسیدن، باید خدمتشون عرض بکنم که بنده خودم قبلا از Z9 استفاده میکردم، ولی متاسفانه سیستمم رو عوض کردم و الان دسترسی به اون در واقع فایل اگزش ندارم. یعنی نمیدونم که کجا زدم، کدوم هاردمه، متاسفانه. حالا دوستان میتونن از سایت یا از دوستانی که در رشته نجوم فعالیت دارن سوال بپرسند، میتونن از اونم استفاده بکنن. منتها تا جایی که من میدونم در Z9 کار با چارت الماسی خیلی متفاوت تر از چارت تشتره. خب به همین علت ها هست که یا مثلا تو خود سایت نستو و یا سایت های دیگه که به صورت آنلاین دارن چارت برای شما ترسیم میکنند، خب اینها اختلاف دارن با هم دیگه، اختلاف سبک دارن. مثلا ما الان میگیم که تنظیمات ما بر اساس یک کجی دایره و بروجه. این کجی در نرم افزارهای دیگه ممکنه که چی باشه؟ یه جور دیگه باشه. یا نرم افزار برنامه نویسی که مثال میگم در Z9 هست، برخلاف مثال میگم کد نویسی جناب خازنی، ممکنه که اون DLLی که مربوط به آسترونومی محاسبات کوپلرینگ هست رو یه جور دیگه در نرم افزارش جا داده باشه. خب و وقتی که ما تشتر رو با Z9 مقایسه میکنیم یا تشتر رو با یه نرم افزار دیگه مقایسه میکنیم، ممکنه که اختلاف نشون بده. به همین خاطره که من پیشنهاد میکنم برای ورود، برای شروع کارمون، بهترش اینه که همه دوستان، خب بدون استثنا، همه برای گوشی خودشون از کافه بازار نسخه تشتر رو نصب بکنن و آموزش رو با اون مقایسه بکنند، نه نرم افزار دیگه ای. حالا اگر از قبل زمینه و به قول معروف ذهنیت نجوم داشته باشید، اشکالی نداره. اگر نرم افزار دیگه نصب کردید و متوجه آموزش هستید، اشکال نداره. نه اگر اولین بارتونه، حتما تشتر نصب بکنید که رایگان هم هست.